بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. صبح است و جهان باز غزلخوان شده است. خورشید دوباره بر تو مهمان شده است. لبخند نشان کنج لبانی عسلت. چشمان تو آفتاب گردان شده است. صبح بخیر هموطنان و تمام فارسی زبانان عزیز. من محمد حکیم با کمک همکار گرامی بانو شهنازه محی‌الدین با برنامه صبح بخیر هموطن در کنار شما هستیم. صبح بخیر هموطن. صبح بخیر هموطنان عزیز و فارسی زبانان گرامی. صبح بخیر تاجیکستان. از خدای مهربان میخواهم که جانتان سالم باشد و لبانتان خندان. امیدوارم صبحی با عشق و محبت و پر از انرژی را شروع کرده باشید. از خدا میخواهم روزی پر از خیر و برکت نصیبتان باشد. صبح بخیر هموطن. سالها پیش پسر بچه شوخی به نام رستم در مکتب درس میخواند. روزی معلمش که از شیطنت‌های او به تنگ آمده بود با او نزاع سختی کرد و به او گفت تو در آینده هیچ کس و هیچ چیزی نمیشوی. رستم آنقدر در مقابل همسنفانش خجالت کشید که تصمیم گرفت مکتبش را عوض کند و این گونه شد که تا سالها کسی از او خبری نداشت. 20 سال گذشت. معلم به علت بیماری دل در بیمارخانه بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. عمل خوب بود. هنگامی که به هوش آمد دکتر جوان و رعنایی را در مقابل خود دید که به وی لبخند میزد. میخواست از وی تشکر کند، اما به علت تاثیر داروهای بیهوشی توان حرف زدن نداشت و با دست به طرف دکتر اشاره میکرد و لبهایش را به حرکت در می آورد. گویا میخواست چیزی بگوید، اما رنگ چهرهش در حال تغییر بود. کم کم چهرهش در حال کبود شدن بود تا اینکه با کمال ناباوری در پیش چشم دکتر جان باخت. دکتر ناباورانه و با تعجب ایستاده بود که چه اتفاقی رخ داده است. وقتی که رویش را برگرداند فراش بیمارخانه را دید که سیم برقی دستگاه بیماران دل را جدا کرده سیم برق تلفنش را به جای آن زده است. دکتر با عصبانیت فریاد کشید و گفت رستم این چی کار است که کردی؟ چی؟ نکند انتظار داشتی رستم دکتر شده باشد با آن درس خواندنش. به نظر من رستم اگر هم درس میخوان باز هم فایده ای نداشت. بله، درک شرایط و موقعیت نشان دهنده فهم و شعور و فراسات است. صبح بخیر هموطن. امیدوارم از داستان امروز
خوشتان آمده باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org